سلام دوستان گل و گلاب، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جذاب و زیبا با یک بازی که هممون باش خاطرهای خیلی خوبی داریم که روی موبایل‌های قدیمی به نام تبلت، حالا موبایل هاوی، من یادمه رو هاوی بازی میکردم. بازی نوستالژی پلنت زامبی، اما نسخه ریپلندش اومده که روی این نسخه قدیمیش هم همون غیر ریپلندش روی پی سی اومده بود و با اونم اشغال زیادی میکردیم و بازی واقعا گرافیک بالایی پیدا کرده و خب خوبه واقعا. من یک سری از مراحلش رو رفتم و یه بخش جدید فکر کنم آورده بود تو نسخه ریپلندش، حالا آپدیتش رو داده یا چون من آخرین چیزش دیدم یه بخشی آورده بود. شاید من هنوز بعد اون مراحلش رو برم یا هنوز آپدیتش رو ندارم چون استیم نمیتونم نسخه اورجینالش رو بخرم، تو میدونین چقدر گرونه. رفتم پرسیدم قیمتش هلوش 2-3 تومانی بود. بذار یه ذره صورت بازی رو زیاد کنم. سوداشید بدید. وای خیلی خوبه. الان صورت بازی هم بیشتر میشه و ما میتونیم سریعتر بکاریم. وای دیگه صورتش غیر قابل کنترل شده. آیا الان صورت واقعا خوبیه، واقعا صورت جالبی داره. من یک سری وسیله‌های دفاعی همین الان بچینم، از همین حالت فکر کنم خوب باشه. چجوری میره؟ یه گل میزنیم تموم شه بره. اگه باید حرفه‌ای بازی کنیم مثل من، حرفه‌ای باید بازی کنیم. اینا میکنیم دوره گلای زیبا میکنیم. الان اکو بخواد بپره میاد روی بذار باشه. ناکن مرحله رو ایزی پیزی تمام میکنی میره. اگه ادیتور خوب داشتم، اگه پول هم داشتم میامد اینا رو درست حسابی ادیت میزد. ندارم، من خودم همه رو از صفر بزنم. حالا اگه بتونم وقتشو انجام، چون توی ویدیو قبلی توضیح دادم. بذار اینجا رو یه ذره اضافه‌اشو کات کنم. حاجی یه چیز خیلی خوب که فهمیدم، وقتی زامبیا دارن رد میشه درخت‌ها تکون میخوره. بعد اگه یادتون باشه آنا کن، بعد درخت‌ها چیز نمیشد، درخت‌ها میگن اصلا درخت نبود اصلا اینجا اگه یادتون باشه. وای الان خیلی خوب به کار ما میاد. اینجا بذارمش، همینجا باید کافی باشه. بده بزن، بده بکشینش. بابا حرفه‌ای بچینی، حرفه‌ای مثل من. یه نکته رو بگم اینجا، یوتیوب فارسی
دیگه مثل قدیم گیم پلی نگاه نمیکنن بعضی. حالا من نمیفهم، شاید بعضی ها یوتیوبرهای بزرگی مثل دینجر هنوز متعجبم گیم پلی بازی ها رو نگاه میکنن. حالا من واقعا توقع ندارم کسی این ویدیو منو ببینه، یعنی خب منطقی نیست چون هم سابام کمه فعلا. امیدوارم دوران خاطرات خوبی هم ما هم شروع کنیم. خب همین که متاسفانه گیم پلی ها کم شده. الان مثلا خودم گیم پلی خیلی وقت نگاه نمی‌کنم. آخ گوشم آجی، این گوشمه فکر کنم غلط نکنم عفونت شده، عفونت کرده، بدم عفونت کرده. اینو بذاریم اینجا. حالا و حرفه‌ای بچینی آقا جان، و حرفه‌ای بازی کنی. بذار الان تندش کنم. خب سوپر استارا داره میره. سرعت تا ناموس زیاد کردم. بابا اینو گرفتیم. وایس ببینم چقدر ویدیو ریکورد شد. 6 دقیقه 7 دقیقه. این دست آخره بریم. اوه ایول میتونیم منو بچینیم. خب ای بیا اینا بیا. خب اینو به دردمون واقعا به دردمون نمیخوره. خب من یه دقیقه خب ترکیب میچینم. سپری میگم این سپری چیه؟ سطل. اینجا بذار یه سرعت بدیم یه ذره بوازی یکم سرعت بدیم. بذار یکم قریشماش شد. زود باش. حد اکثر سرعت. به کیو گرفتیم؟ آقا به نظرم بس تا اینجای کار. خب چون میدونم بچه ها هزاران با این ویدیو بازی خواستم نسخه ریپلند رو فقط بتونیم. پلیر تو از کجا؟ کو واسه من دسته دارم. پلیر تو اون برای نسخه اورجینال ما کرکی لاش. ریتو زامبی، ریتو شوتر، ریتو نفر. فهمیدم چیه تو من دقیق نفهمیدم ولی خب لیو. امیدوارم لذت کامل رو برده باشید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار شما. لایک و ساب یادتون نره اولا.